امروز اول ماه مه است، روز جهانی کارگر. روز جهانی کارگر رو به همه کارگران و زحمتکشان، کولبران، سوختبران، زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمین، بازنشستگان، کودکان کار و به همه قشر زحمتکش جامعه تبریک و شادباش میگم. اول ماه مه امسال با سالهای قبل خیلی متفاوت هستش. هنوز اینترنت در ایران قطع هستش و هر روز ما میبینیم رژیم جنایتکار اسلامی دست به اعدام ها زده و اعدام ها رو گسترش داده. بعد از جنگی که جمهوری جنایتکار اسلامی با اسرائیل و آمریکا داشت، وضعیت مردم در ایران بدتر از قبل شده و اینترنت ها که قطع هستش، وضعیت مردم، وضعیت زندانیان سیاسی که در گروگان این رژیم هستند به مراتب بدتر از قبل شده. میخوام در این روز یادی بکنیم از همه زندانیان سیاسی و همه فعالین کارگری که در زندان هستند. شریفه محمدی که رژیم جنایتکار اسلامی اول بهش حکم اعدام داد و بعد حکم اعدامش تبدیل به 30 سال زندان شد. یک فعال کارگری که برای دفاع از کرامت انسانی و منزلت خودش و طبقه کارگر به این رژیم جنایتکار معترض بود و مبارزه و ایستادگی کرد. جای کارگران در زندان نیست. رفیق سلیمی که در آذر ماه 401 در انقلاب زن زندگی آزادی در سنندج دستگیر شد و در زیر وحشیانه ترین شکنجه های این رژیم جنایتکار نزدیک به 51 روز در اطلاعات بود و اتهام محاربه اول بهش دادن و بعداً حکم محاربه تبدیل به 10 سال زندان شد و در زندان هستش. همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، محکومین به اعدام، فعالین کارگری، معلمین که در زندانها هستند در بدترین شرایط ممکن به سر میبرند. در این روز صدای اونها باشیم و صدای طبقه کارگر رو به گوش دنیا برسونیم. 48 سال هست که رژیم جنایتکار اسلامی علیه مردم ایران هستش، علیه مردم خودش هستش و هیچ آتش بسی هم علیه مردم خودش تا به امروز نداشته و نخواهد داشت و همینطور داره اعدام میکنه. جان همه زندانیان سیاسی، فعالین کارگری، بازداشت شدگان در خطر هستش. زندانیان زیادی در صف اعدام به سر میبرند. ناصر بکرزاده، مهراب عبدالله زاده، فریشه مرادی، پخشان عزیزی و صدها تن زندانی سیاسی، عقیدتی و معترضین دیما، معترضینی که در انقلاب زن زندگی آزادی بودند، آبان 98، دیماه 96 در گروگان این رژیم اعدامی هستند و هر لحظه امکان اجرای حکم اعدامشون هست. صدای اونها باشیم، صدای مردم ایران باشیم، صدای طبقه کارگر جامعه باشیم. به امید برقراری آزادی و برابری برای کل مردم ایران و به امید پایان دادن به استثمار و بردگی طبقه کارگر. جای کارگران و فعالین کارگری در زندان نیست. صدای اونها باشیم و نامشون رو فریاد بزنیم. زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر و سرنگون باد رژیم جنایتکار اسلامی و اعدامی. به امید دنیایی آزاد و برابر برای همگان. زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی.